بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی این درس های مبارک خود را شروع میکنیم و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق هدایت را میخواهیم که ما را در این راه مستحکم بگرداند و ما را از جمله بندگان نیکمند قرار بدهد و از همه گونه بدی ها و شری ها ما و شما را در پناه اسمتش نگاه بدارد. امروز از این سلسله رساله های رمضانی ما قرار گرفتیم در بیان اینکه رمضان شهر تقوا، رمضان این شهر، این ماه تقوا هست، رمضان این ماه تقوا هست. پس ای برادر روزدارم و ای خواهر روزدارم، الله متعال در محکم آیاتش میفرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خطاب به سوی مؤمنان است، خطاب به سوی ما و شماست، خطاب به سوی هر روزدار است. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض گردانده شد، همانطوری که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردانده شده بود، تا از جمله و زمره پرهیزگاران قرار بگیرید، تا تقوا را پیشه نمایید. و همچنین در حدیث صحیح آمده است که اینکه الله سبحانه و تعالی میفرماید، حدیث قدسی است: کل عمل ابن آدم له الا الصیام. همه کارهای فرزند آدم برای اوست، تمام کار و عملهای بنده آدم برای اوست مگر روزه. فانه لی و انا اجزی به. بدرستی که این روزه از من است و من جزا و سزای روزدار را میدهم، یعنی پاداش روزدار را میدهم. روایت بخاری و مسلم است. از این رو این ماه رمضان موسم زیاد کردن ذخیره های تقوای الهی است. در وجود روزداران است این تقوا که غیر از الله سبحانه و تعالی این روزه‌ای که بنده میگیرد کسی از روزه او آگاه نمی شود. زیرا این عبادت، این روزه از جهت پنهان بودنش میان بنده و پروردگارش یک امتیازی دارد، برخلاف دیگر عبادت ها مثل نماز، حج، زکات و غیر از عبادت ها که اینها آشکار و روشن هستند. برای همین از همین جا است که میبینیم روزه انسان را با تقوای الله سبحانه و تعالی و مراقبت نمودن او سبحانه و تعالی و مراقبت نمودن بنده نفسش را در پنهان آشکار تربیت میکند و بنده را بر پایبندی برای نگاه داشتن امانت این روزه به طور کامل وادار می‌سازد که در نتیجه پاکی وجدان، اخلاص عمل و قوت گرفتن اراده و توانایی انسان پیش می آید. خود نظارتی انسان این را در خود پیشه می کند. پس این است که روزه انسان، روزداری مؤمن، روزداری راستین قرار می گیرد. چگونه که شاعر میفرماید: و علیک بتقوی الله فالزمها تفوز. ای بنده بر تو باد که تقوای الهی را لازم بگیری، بر تو باد که تقوای الهی را لازم بگیری که بر آن پیروز میشوی. این پیروزی توست. ان التقیه، این که شخصی با تقوا بهترین ذخیره و بهترین توشه را دارد. و نه تنها این نیست، بلکه این عبادت مبارک با قوت ایمان و با عمق تقوای بنده در وجود انسان یک سخت وابستگی دارد. و دلیلش این است که مسلمان هر لحظه، هر وقت هنگامی انجام دادن این عبادت عظمت الله سبحانه و تعالی را احساس میکند و کاملا بنده درک میکند که او الله عز و جل است که عمل پنهانی آشکار بنده رو میداند. برای همین بعضی از اهل علم گفتن که تقوا این پرقوتترین سلاح بنده است. التقوا هی سلاح الاقوى. تقوا این پرقوتترین سلاح بنده است. الذي يحمي به المسلم نفسه. چنان تقوا سلاح پرقوت است که نفسش را با واسطه این تقوا از گناه و معصیت حفظ حمایت می نماید. سواء كانت صغیرة او کبیره. چه این گناه
گناه بزرگ و خرد باشد. این از تقوا. پرقوتترین سلاح برای تو ای بنده باید قرار بگیرد که خود را از معصیت الهی، چه این معصیت و گناه چه خرد و بزرگ باشد، نگاه بداری. پس ای برادر مسلمان و ای خواهر مسلمان، خود را به آن عادت بده. خود را بر آن عادت بده که در پنهان و آشکارا از الله سبحانه و تعالی بترسیم. در همه حالت تقوای الهی سبحانه و تعالی پیشه کننده باشیم و او سبحانه و تعالی را در هر دقیقه و در هر لحظه بدونیم که عملهایمان زیر نظارت او سبحانه و تعالی است. و از این فرصت موسم مبارک رمضان ای بندگان الله باید بهره بگیریم تا این نفسهای خود را که این طول این سال بر گناههای گوناگون مرتکب شده بود به تربیه اسلامی کامل پرورش نماییم، به هر لحظه آن را تربیت نماییم. چنان این نفس را در این ماه مبارک مورد تربیه قرار بدهیم که بعد این مبارک با تا سال آینده با تقوای الهی باشیم، نه اینکه ماه بگذرد و ما همان انسان هستیم. پروردگار با فضل کرم خودت ما را از جمله بندگان با تقوا و پرهیزگار قرار بده. اگر کسی که پروردگار را با این خصوصیت ها شناخت، به درستی که او بنده با تقوا و محیب پروردگارش قرار میگیرد. حدود او را رعایت کردن این خوشبختی انسان است و بنده نمیتواند حدود الله را رعایت نماید مگر پس از آموختن و تعلیم گرفتن، حلال و حرام آن را شناختن. و از الله عظیم مسئلت داریم که قلبهای ما را با تقوای خودش نورانی بگرداند و بر ما این تقوا را رزق روزی بدهد در این دنیا و در آخرت، به درستی که او سبحانه و تعالی بر هر چیز قادر و تواناست.